عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر مقامی. قبول زحمت فرمودید در این جلسه از مصاحبه گروه حقوق بشر دانشگاه اصفهان که در ذیل این شماره از فصلنامه داتیکان به مسئله مهاجران و پناهندگان میپردازه ما رو همراهی میکنید. در ابتدای امر خدمتتون عرض کنم که با توجه به تخصص آکادمیک جناب عالی و فعالیتی که در حوزه عملی و اجرایی به عنوان وکیل مهاجرتی دارید، شما رو دعوت کردیم تا بتونیم از تجربیات شما استفاده کنیم. آقای دکتر اگر در ابتدای امر بخواید پیش درآمدی در مورد مهاجران و پناهندگان برای ما بگید، لطفاً بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم ممنونم از شما بابت طرح موضوع. خب ما یک کشوری هستیم که ویژگی خاصی داریم. از معدود کشورهایی هستیم که هم مهاجر فرستیم هم مهاجر پذیریم. مهاجر فرستیمون که به هر حال نمیدونم آمار دقیقی البته من ندارم، ولی شواهد نشون میده که ایرانیای زیادی خارج از ایران زندگی میکنن، حالا در اروپا، کانادا، آمریکا، استرالیا، بیشتر حالا این جاها پراکنده هستن و خب یه میل به مهاجرت هم از سوی ایرانیان به هر حال داریم که الان مطرح هست، به خصوص حالا در سطح نخبگان و متخصصین و اینا که خب چالش‌هایی که کشور باهاش مواجهه و از طرفی مسائل سیاسی و دیپلماتیک خودش هم به دنبال داره، یعنی بالاخره یه حمایت‌های ممکنه این افراد لازم باشه ازشون بشه. از اون طرف هم ناخواسته به هر حال ما یک کشور مهاجر پذیر هستیم و بودیم در طول تاریخ. حالا به خصوص از جنگ جهانی دوم به این طرف پذیرش مهمانان زیادی از کشورهای مختلف ما تجربه کردیم. در چند دهه اخیر خب یک ورودی رو از سمت غرب کشور و از سمت معاودین عراقی ما داشتیم، حالا به خصوص قبل از انقلاب و زمانی که حکومت بعث در عراق بود. خیلی از اینا البته ریشه های ایرانی داشتن ولی به عنوان عراقی به ایران برگشتن و بعد از حمله شوروی به افغانستان و همینطور حمله آمریکا به افغانستان و تحولاتی که در مرزهای شرقی ما اتفاق افتاد، خب تعداد زیادی مهاجران از افغانستان به ایران اومدن که فکر کنم احتمالاً بیشترین تعداد مهاجران خارجی در ایران این افغانستانی ها هستن. بنابراین خب لازم هست که راجع به مسائل مرتبط با این دسته از افراد، چه به عنوان دولتی که ممکنه بخوایم از اتباع خودمون حمایتایی رو داشته باشیم یا پیگیری بکنیم و چه به عنوان دولتی که در معرض پاسخگویی بین المللی گاهی ممکنه قرار بگیریم به واسطه مهاجرت هایی که انجام شده، واقعا لازم است که در این موضوع بحث بکنیم و حالا جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و البته حقوقی باید مورد بحث قرار بگیره. من در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید من شمای کلی این مصاحبه رو خدمتتون ارائه بدم و بعد به ادامه سوالات می‌پردازیم. در قسمت اول ما به حوزه تخصصی حقوق بین الملل و حالا تحول مفهومی که در این حوزه اتفاق افتاده در حوزه پناهندگان می‌پردازیم. حیطه اجرا توسط دولت‌ها رو مورد بررسی قرار میدیم و سیاست‌های محدود کننده‌ای که اخیراً خیلی بسیار مورد توجه قرار گرفته رو مورد بحث قرار میدیم. قسمت دوم بیشتر به جنبه تخصص جناب عالی در حوزه وکالت خواهیم پرداخت. یک مقایسه بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل خواهیم کرد و از تجربیات شما می‌خوایم در این حوزه هم استفاده کنیم و در قسمت سوم که حوزه کاربردی هست به دنبال اصلاحات در سیستم حالا داخلی یا بین المللی هستیم که به عنوان کسی که در حوزه دانشگاه در حوزه حقوق بین الملل و همچنین وکالت دستی دارید، می‌خوایم ببینیم که چه پیشنهاداتی می‌تونیم در راستای بهبود این موارد داشته باشیم. در قسمت اول اگر اجازه بدید یک پیش‌زمینه خدمتتون ارائه بدم. طبق آمار اخیر کمیساریای عالی پناهندگان بیش از 120 آواره اجباری در سطح جهان وجود داره. 120 میلیون نفر آواره اجباری در سطح جهان وجود داره که به دلیل جنگ، خشونت، آزار، نقض حقوق و مواردی مثل این حتی میتونه مسائل اقتصادی هم باشه رو شامل میشه. از طرف دیگه
ما شاهد پدیده جدید به عنوان پناهندگان اقلیمی هم هستیم آقای دکتر که متاسفانه هنوز در کنوانسیون‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده. تلاش‌های صورت گرفته، مثل اخیراً پیشنهاد کمیساریا برای الحاق پروتکل الحاقی پناهندگان اقلیمی پیشنهاد شده و یا اینکه در آرای دیوان اروپایی هم پیشنهاد حمایت موقت تکمیلی برای پناهندگان اقلیمی ارائه شده. ولی با وجود این تلاش‌هایی که صورت گرفته، خب متقابل هم کشورها سیاست‌هایی رو اتخاذ کردن در راستای سختگیر کردن اون پذیرش پناهندگان. ابتدایی هم از شما میخوام که تفاوت مهاجرت و پناهندگی رو از منظر حقوق بین‌الملل برای ما شرح بدید و بفرمایید که با توجه به شرایط کنونی که در حوزه اقلیم، در حوزه بحران‌های امنیتی و اقتصادی شکل گرفته، آیا نیاز به بازنگری در حوزه حقوق بین‌الملل هست که اون دسته از پناهندگان جدیدی که ما اشاره کردیم و همین پناهندگان اقلیمی هست رو شامل بشه یا خیر؟ ببینید خب دو تا اصطلاح متفاوتن، مهاجرت و پناهندگی و آثار حقوقی متفاوتی هم دارن. من البته تعریف خاصی از مهاجر یا مهاجرت در نظرم نیست. اجمالاً فکر میکنم در کنوانسیون راجع به حمایت از کارگران مهاجر ما تعریفی از این مفهوم داشته باشیم که خب این تعریف طبیعتاً فقط در چارچوب اون کنوانسیون قابلیت اعمال داره. ولی به طور کلی مهاجرت یه معنای متعارفی که ازش استنباط میشه این است که فردی به هر دلیلی محل زندگی خودش، کشور خودش رو ترک میکنه و برای مدت نسبتاً طولانی به کشور دیگری در واقع عزیمت میکنه. این که میگیم مدت نسبتاً طولانی، در واقع میخوایم یه وجه فارقی باشه بین مسافر و مهاجر. چون مسافر میره که برگرده، مهاجر ممکنه برگرده، ممکنه برنگرده. ولی اصل بر اینه که باید برگرده، به این دلیل که به هر حال تابعیت اون کشور مقصد رو ممکن نداشته باشه و موندگاریش در کشور مقصد تابع مقررات اون کشور، از نظر حالا بخواد کار بکنه، درآمد داشته باشه، طبیعتاً محدودیت‌های ممکنه داشته باشه و به همین دلیل فرض رو برای میگیریم که بناست برگرده و این وضعیت مهاجر. اما پناهنده یک مفهوم ویژه است در حقوق بین الملل و در واقع به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر هم مورد توجه قرار گرفت. پناهندگی یک ارتباط مستقیم داره با حقوق بشر. اگر در مهاجرت ما میگیم به هر دلیل، مثلا شما به دلیل شخصی ممکن تصمیم بگیری که محل زندگی تو ترک بکنی، فکر کنی فرصت شغلی بهتر در جای دیگری برای شما هست، اما ضرورتا نقض حقوق بشر اتفاق نیفتاده. در مورد پناهندگی مبتنی بر نقض حقوق بشر هست، یعنی پناهجو کسی است که پناه میبرد به دولت دیگری. کنوانسیون راجع به وضعیت پناهندگان که حتما مستحضر هستید و بعداً با یک به اصطلاح پروتکلی این تعریفش در واقع کامل شد. یعنی کنوانسیون میگه حوادث قبل از ژانویه 1951 به این دلیل که در جنگ جهانی دوم رو پوشش بده، بعد گفتن حالا دیگه بعدش هم اگر اتفاقی افتاده است در بر میگیره. خب این تعریف اصلی پناهندگی در ماده 1 این کنوانسیون اینه: کسی که به علت ترس موجه از این که به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت آزار و اذیت قرار بگیره، تحت شکنجه، البته تو ترجمه فارسی نوشتن ولی عبارت دقیق نیست، تحت آزار و اذیت قرار بگیره، در خارج از کشور محل سکونت عادی خودش به سر میبره و نمیتونه یا به علت اون ترس نمیخواد خودش رو تحت حمایت اون کشور قرار بده. در واقع به زبان ساده به واسطه این نقض حقوق بشر یا به اصطلاح آزار و اذیت ناشی از دلایل نژادی، مذهبی، ملیتی، اجتماعی یا سیاسی از کشور خودش گریخته است. این پناهنده است، یا بهتره بگیم تا زمانی که پناهندگیش مورد تایید دولت مقصد قرار بگیره پناهجوست تا بشه پناهنده. و به نظرم این اصطلاح هم اصطلاحی که معنا رو واقعا داره میرسونه در معادل فارسی در واقع رفیوجی. این پناهندگی معنا رو داره کاملا منتقل میکنه.
پس عنصر اصلی در پناهجویی و پناهندگی در واقع ترسیدن از ادامه زندگی در کشور خودش است. و البته حالا کنوانسیون میگه ترس موجه، که ترس موجه یعنی باید دلایلی، قرائنی وجود داشته باشه و مواردی که این ترس منجر به پناهندگی میشه هم حصر کرده. برگردم به سوال بعدی شما، نژادی و ملی و غیره. یعنی ما چیزی تحت عنوان اینکه کسی به سبب جنگ کشور خودش رو ترک کرده میترسه به کشورش برگرده، میگن خب خیلی خوب، اصلا تو باید برگردی کشور رو از کشور خود دفاع بکنی. حالا اگر موقتاً شرایط زندگی ندارین تو نمیتونی پناهنده باشی، موقتاً همون اسکانی ممکنه بدن به دلایل بشردوستانه کشورها ازش حمایتی بکنن، اما به عنوان پناهنده تلقی نمیتونه بشه. یکی از این مواردی که حالا مطرح فرمودین تغییرات اقلیمی است. من تو کشور خودم به دلیل خشکسالی کشاورزی نمیتونیم بکنیم، آب کمبود هست، نمیدونم امنیت غذایی به خطر افتاده، اینها رو این کنوانسیون پوشش نمیده. طبیعتا در واقع مبنای پناهندگی انگار اینه که اون علقه‌ای که من با دولت خودم دارم به واسطه رفتارهایی که دولت من انجام داده مخدوش شده. نه اینکه من مخدوش کرده باشم، من انسان. دولت در واقع دیگه قادر نیست از من حمایت بکنه یا حتی خودش داره من آزار و اذیت میکنه. من پناه میبرم تا هدف نقض حقوق بشر قرار نگیرم و یه ارتباطی هم حتما متوجه شدیم که بین پناهندگی با نسل کشی هست. یعنی این آزار و اذیت ممکنه یه جایی برسه به حد نسل کشی. البته تو نسل کشی هم ما محدود میکنیم به 4 تا گروه دیگه، گروه های ملی، قومی، نژادی و مذهبی، که خب اینجا فقط ملی و نژادی و مذهبی رو در واقع داره. پس با این چارچوب ما فعلا ساختار پناهندگی یا به اصطلاح نهاد پناهندگی رو در حقوق بین الملل داریم و فعلا به نظر نمیرسه که توافقی کشورها داشته باشن که اینو توسعه بدن. شاید اگر من بخوام این علت عدم توافق رو بگم، یه بخشی از سوالات بعدی شما رو پاسخ بده. ببینید اساساً دولت‌ها با اینکه بخوان تعهدات جدید بپذیرند، به خصوص توی این 30-40 سال اخیر به شدت مقاومت میکنند. پناهندگی را پذیرفتند که به شرطها و شروطها که احتمالاً بعد صحبت بکنیم یه تعهداتی برای دولت پذیرنده ایجاد میکنن. خب تلاش میکنن که اساساً این اتفاق نیفته. نکته دوم، رفتارها یا بهتر بگیم حوادثی که از اختیار دولت‌ها خارجه، مثل تغییرات اقلیمی. حالا ممکنه بگید مثلا تغییرات اقلیمی بخشش هم منتسب به اعمال دولت هاست، ولی چقدرش واقعا؟ یه بخشش هم حداقل به اون دولت خاص ضرورتاً قابل انتساب نیست. دولت‌ها یک نوع در واقع گاردی دارن در برابر این، چون در اینجا رفتار مثلا نقض حقوق بشر توسط اون دولت اتفاق نیفتاده که بخوان این مفهوم رو توسعه بدن. این من فکر میکنم یه بخش زیادیش این هست که تا الان مقاومت شده، تا حالا ببینیم در آینده چه خواهد شد. شاید بالاخره مفاهیم جدیدی خلق بشه این وسط که حالا نه پناهندگی باشه نه مثلا تابعیت باشه، یه وضعیت‌های موقتی ممکنه پذیرفته بشه، ولی فعلا به نظر میرسه دولت‌ها دارن مقاومت میکنن در برابر اینکه پناهندگی رو به وضعیت‌های غیر از آزار و اذیت ناشی از این دلایل پنجگانه توسعه بدن. پیرو فرمایشات شما، من یه آماری رو از بانک جهانی خدمتتون ارائه بدم که طبق گزارش بانک جهانی تا سال 2050 حدود 216 میلیون نفر پناهنده اقلیمی داریم. حالا بانک جهانی اشاره کرده که حتما هم پناهنده بین‌المللی به حساب نمیان، ممکن آواره داخلی هم باشن. و اتفاقا بعد از این آماری که بانک جهانی در سال 2021 ارائه کرد، میتونم بگم که توی رأی مشورتی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها مورد استفاده قرار گرفت و درباره تعهدات زیست محیطی یک بندی رو اضافه کردن. میتونیم بگیم که هنوز به قول شما اون توافق انگار صورت نگرفته و کشورها هنوز دوچارش نشدن.
اگر بخوام سوال رو یک کمی بازتر کنم آقای دکتر و بریم سمت اینکه سیاست‌های محدود کننده دولت‌ها در سالهای اخیر رو بررسی کنیم، خب بر طبق مطالعات آکسفورد توی سال 2022 98% کشورها قوانین مهاجرتی خودشون رو سختگیرتر کردن. از طرف دیگه خب ما شاهد همین سختگیری در قوانین هستیم برای کشورهای مهاجرپذیر اصلی مثل آلمان که میاد کمک‌های دولتی خودش رو محدود میکنه، یا حتی فرانسه که اخیراً اومده سیستم حق خاک خودش رو برداشته. و مواردی میتونیم از حتی امریکا نام ببریم که در دولت بایدن حدود 125,000 نفر تصویب میشه که پذیرنده باشن پناهندگان رو، ولی در عمل 42% تحقق پیدا کرده. این موارد رو من خدمتتون ارائه کردم که بگیم که به عنوان متخصصی که تو این حوزه کار کردید، تغییرات قانونی کشورها چقدر مهاجران رو تحت تاثیر قرار میده؟ یعنی چطور این سیاست‌های مثلا به عنوان مثال باز بگم خدمت، سیاست‌های پروازی اخراجی بریتانیا چطور روی حقوق مهاجر تاثیر میگذاره؟ ببین، اول ما باید یه نکته‌ای رو بدونیم که یا تعیین تکلیف بکنیم که اصلا دولت‌ها تا کجا اختیار قانون‌گذاری دارن در ارتباط با پناهندگی. خب اسناد بین‌المللی در حوزه حقوق بشر قائل به حق پناهندگی هستند، یا بهتر بگم حق پناهجویی. اما این که این پناهجو یا حق پناهجویی برای چه کسی تکلیف به پذیرش پناهندگی ایجاد میکنه، ساکتم. مثل اینکه بگم من حق دارم که آب بنوشم، کی باید این آب را تأمین بکنه؟ من حق دارم مثلا موبایل داشته باشم، کی باید این موبایل رو تأمین بکنه؟ مشخص نشد. در واقع از اینجا به بعد ما وارد اون اصل اساسی، اساس حقوق بین الملل میشیم و روابط بین الملل که شما بهتر میدونید، حاکمیت ملی دولتی که از اینجا میاد قانون گذاری میکنه که چه کسانی رو با چه شرایط اصلا تعریف بکنه ترس موجه رو، روند پذیرش پناهندگی رو تعریف بکنه، سازمان اداری پذیرش پناهندگیش رو تعریف بکنه. این در اختیار دولت ها قرار میده. و بعد یه موضوع، یه واقعیتی، اگر ما بگیم این حق فرضاً نامحدودیه و پناهجو به هر کشوری که رسید مکلف او رو پذیرش بکنه، شرایطش هم داره، آیا واقعا اون دولت میتونه تأمین بکنه این حقوق پناهنده رو؟ شما فکر کنید آلمان مثلا، ایران، هر کشور، الان ما خودمون مگه این مشکل رو نداریم با ورود بی‌رویه پناهجو مواجه بشه؟ از نظر شغلی، از نظر منابع مالی، منابع مادی و تأمین غذا خیلی مسئله به وجود میاد. بالاخره میخواد این جمعیت رو مدیریت بکنه، پس میاد حساب کتاب میکنه من چقدر میتونم بپذیرم، با فرض که این شرایط رو داره. اگه این شرایط رو نداره که هیچی، دیپورته. پس این واقعا قبول بکنیم، هم از نظر منطق قابلیت اجرای کنوانسیون و منابعی که کشورها نیاز دارن، هم از حیث این که پناهنده به عنوان یک بیگانه در زمینه حقهای اقتصادی اولویت نخواهد داشت نسبت به اتباع، نه اینکه بگم محرومه، و هم از این لحاظ که اساساً حاکمیت ملی باقی مونده، یعنی هر خلایی در حوزه حقها به وجود میاد ما برمیگردیم به حاکمیت ملی. پس بپذیریم که دولت‌ها قانون‌گذاری میکنن. یه علتی که سختگیری بیشتر شده به خصوص کشورهای اروپایی برمیگرده به اتفاقاتی که در این منطقه ما در غرب آسیا افتاده. حالا از سوریه مثلا بگیم، نمیدونم جنگ هایی که داخلی بود در کشورهای مختلف، کشورهای عربی به خصوص، حالا مشخصا سوریه، یک موجی رو راه انداخت، یک موج ظاهرا مثلا پیش بینی نشده، غیر قابل انتظار.
از نظر ادغام فرهنگی وقتی یه موج وارد میشه، خب حالا میتونید مقایسه بکنید دیگه، فرهنگی و نمیدونم همه جوره، اون جامعه سوری یه هویت فرهنگی داره، حالا چه مسیحیش چه مسلمانش، این میره به سمت آلمان که اون یه با اینکه جامعه نسبتا متکثری هم هست آلمان، به خصوص به خاطر حضور ترک ها، جامعه نسبتا متکثرتر از مثلا نسبت به 50 سال پیش 70 سال پیش، ولی به هر حال این مسئله در ذهن سیاستگزار آلمانی یا اروپایی هست که اولا اینا از نظر هویتی ارتباطشون با نمیدونم گروه‌های بنیادگرا، مسئله اسلام هراسی رو حالا بهش اضافه بکنیم، مجموعه از دغدغه‌های اقتصادی و سیاسی و امنیتی کشورها رو سوق میده به سمت سختگیری در پذیرش پناهنده. خب حالا باید چیکار بکنه؟ کشور میگه من تو رد میکنم، رد میکنه میبره میگه برو یه کشور دیگه. تکلیفی که کنوانسیون کرده گفته اینو بر نگردون به کشور خودش، چون هنوز به خصوص اگه تو ترس موجهش رو تایید میکنی که دیگه قطعاً، ولی مدعی ترس موجه تو برش نگردون کشور خودش، مستردش نکن، مگر حالت خاصی که نتونه پناهنده بشه، مثلا کسانی که مرتکب جنایات بین‌المللی شدن، جنایات علیه صلح، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، تو کشور خودش جرم عمومی انجام داده فرار کرده. مثلا تو داریم مواردی که عکس این اتفاقا کشورهای اروپایی عمل کرد، مثلا طرف در ایران متهم به اقدام تروریستی بوده، در بعضی کشورهای اروپایی بهش پناهندگی دادن، کنوانسیون میگه به این نباید پناهندگی بدی، برعکس عمل کردن با انگیزهای سیاسی. ولی مسئله اینه که این بله حقوق پناهنده رو تحت تاثیر قرار میده، اما در این حال که در واقع حق پناهندگیش محفوظ میمونه، اما این رو در هر کشوری که بخواد نمیتونه استیفا بکنه دیگه. درست. حالا از اینجا بعدش میشه که انگلیس کجا فرستاده بود؟ شما یادتون باشه رواندا فرستاده بود. اصلا این فرستاده کشور آفریقایی، مثلا حالا تو ذهنش بودم میرم انگلیس پناهنده میشم، حالا یه ذهنیتی داشته فرستادش رواندا. و واقعیت اینه وقتی اینا یه توافقی هم دارن بین خودشون، حالا ما به عنوان مثلا حقوق بین‌الملل بگیم که این کار 100% غیر قانونی بوده، من شک دارم. هر سه تعارض حاکمیت ملی با حق بشریه. آره میگم برو یه جای دیگه، اگه میخوای زیر نظر من باقی بمونی من فعلا میفرستمت رواندا، جا ندارم داخل، رو نیمکت بشین. خب آقای دکتر توی مثلا باز مواردی داشتیم، من یه موردی رو مطالعه می‌کردم که یک فرد افغانستانی به یونان پناهنده شده بود، بعد از یونان دیپورت شده بود به بلژیک و بلژیک باز برش گردونده بود یونان و موارد بسیار زیادی نقض علیه حقوق این بشر اتفاق افتاده بود، چه نقض حقوق بشرش باشه، چه شکنجه باشه، چه عدم صلاحیت در دادگاه باشه. در یونان اتفاق شکنجه و اینا اونجا اتفاق افتاده. در یونان اتفاق افتاده و دادگاه‌های بین‌المللی هم بلژیک رو محکوم کردن و هم یونان رو، چرا که به کشوری برش گردوندن که اون صلاحیت اصلی رو نداشته برای مهاجرت. خب این موارد باز پیش میاد. من میخوام بپرسم که حق اون پناهنده چی میشه؟ که شما از تعارض حاکمیت ملی با حاکمیت در سطح بین‌المللی و بحث حقوق بشر صحبت کردید، ولی اون پناهنده‌ای که الان مشخص شده شرایط اصلی پناهندگی رو داره، پس حق اون چی میشه؟ این موارد مثل همین مهاجر افغانستانی. ببینید دو تا نکته رو نباید قاطی کنیم، باید تفکیک کنیم. یکی حق پناهندگیه، یکی سایر حق‌های بشری. حالا این فرد نمیتونه پناهنده بشه، ما نمیپذیریمش به عنوان دولت، به این معنی است که حق داریم حالا هر عملی نسبت بهش مرتکب بشیم. این در واقع یک نقض دیگری. ممکنه شما بگید آقا من طبق کنوانسیون، طبق اسناد بین‌المللی یه آدمو نپذیرفتم، خیلی خوب حق داشت نپذیر باشه، اما حق نداشته شکنجه بکنه. یعنی یه موضوع مستقلیه. یعنی این آدم اگر پناهنده و پناهجو هم نبود نباید شکنجه میشد، نباید حبس و توقیف غیر قانونی میشد و مواردی از این است. بنابراین اینجا در حقیقت اون حق دیگر
حق بنیادین دیگر به جای خودشه. حالا البته میدونید دیگه مکانیزم‌های بین‌المللی و حتی داخلی برای اینکه مثلا جبرانی نسبت به این نقض‌ها اتفاق بیفته مشکلات خودشو داره. این بحث باز شکلیه و تشریفاتی خودشه دیگه. ولی در عین حال عدم پذیرش به معنای جواز شکنجه یا سایر مواردی که فرمودید مثل محرومیت از غذا و این محرومیت از خدمات بهداشتی اینها نخواهد بود. این بله روشنه. اگر بخوایم سوالات رو یک کمی ببریم به حیطه اجرا و همین مسئولیت قانونی کشورها، طبق آمار مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه لیدن در هلند 38% از احکام دیوان بین‌المللی حقوق بشر درباره پناهندگان توی اروپا اجرا نمیشه. به طور کل به عبارت دیگه 62% اجرا میشه. نه 50% به طور کل اجرا نمیشه، 38% مخصوص پناهندگان هست و مهمترین کشورهایی که هم اجرا نمیکنن ایتالیا، روسیه. 38% کل آرا از 50% بله از کل 38% از 100 یا 38 از 50 از کل آرا 38% کل آرا مربوط به پناهندگانه بله. که اجرا نشد. تو این راستا میخوام ازتون بپرسم خب کشورها با پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی به نوعی خودشون رو متعهد میکنن که اونها رو اجرا کنن و سیستم‌های نظارتی مثل UPR فرآیند بررسی دوره جهانی هم تا الان کارای لازم رو میشه گفت به نسبت داشته و اخیراً هم یک سیستم اعلامیه‌های مهاجرتی توسط کمیساریا IOM و سایر سازمان‌هایی که در حیطه پناهندگان هستند اجرایی شده که یکی از مهمترین ویژگی‌های اون میتونیم بگیم سرعت عمله. یعنی یک واکنش 72 ساعته رو در لحاظ کردن و یک پایگاه داده از تمام سازمان‌هایی که در این حوزه وجود دارن. اینها تلاش‌های قابل تقدیریه، ولی خب در همون تضادی که بین حاکمیت و بحث حقوق بین‌الملل پیش میاد ما همین عدم اجراها رو مشاهده می‌کنیم. سوال اینه که این کاهش شدید بحث پذیرش پناهندگان چطور این تعهدات بین‌المللی رو در واقع زیر سوال نمیبره یا چطور میتونیم بگیم که با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها سازگاره؟ خب باید مورد به مورد بررسی کرد. این تعهد هر دولتی مجموعه از تعهدات، حالا یه سری مثلا فرض بفرمایید که اسناد جهانی است مثل کنوانسیون پناهندگی، میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، یه سری اسناد منطقه‌ای مثلا در سطح اتحادیه اروپا که جزء تعهدات اون کشورها است. بنابراین باید مورد به مورد بررسی کرد. من البته آمار از شما الان میشنوم نداشتم که این حجم زیادی از آرا اجرا نمیشه، مهمه. 38% مربوط به، یعنی در واقع احتمالاً چیز زیادی از آرا مربوط پناهندگان اجرا نمیشه که این حجم آرا اجرا نشده داره. من خیلی در جریان این جزئیات به اصطلاح آرا دادگاه اروپایی در این زمینه نبودم. اما مسئله‌ای که در واقع وجود داره این هست که در مکانیزم‌های اروپایی سازوکارهایی برای ضمانت اجرای آرا پیش بینی شده و بهتر از من میدونید حالا چه در چارچوب شورای اروپا و به طور کلی ساختار اتحادیه اروپا مکانیزم‌های پیش بینی شده است. ولی واقعیتی که وجود داره در این زمینه اینه که فردی که به هر حال به سمت پناهندگی میره، اولا اکثر اینها خب از کشورهای غیر اروپایی هستن و دسترسی زیادی به نهادهای اروپایی ندارن. ابزارهای فشار سیاسی هم خیلی در دسترسشون نیست مگر نهادهای مدنی که در خود اروپا هستن. و یه دلیل دیگه هم در واقع این هست که در واقع اینها اساساً از کشور خودشون به نوعی قطع امید کردن، بریدن، به تعبیر کنوانسیون دیگه نمیخوان تحت حمایت کشور خودشون باشن که اون حمایت رو ازش برخوردار بشن. به همین دلیل یک نوع وضعیت بی‌پشتوانگی برای این افراد عملاً اتفاق میفته. احتمالاً باید اینطور تحلیلش بکنیم. این خودش خیلی قطعاً مؤثره در اینکه چنین آرایی اگر اجرا نشده چنین اتفاقی افتاده. با این حال این البته به معنای نیست که
تعهدی نیست و اون جای خودش هست. ولی یه نکته‌ای به نظر میرسه و اون اینه که وقتی خود اتحادیه اروپا و نهادهای اروپایی این آمار رو دارند، احتمالاً باید بگیم که شاید دیوان اروپایی داره بیش از اندازه، یعنی تفسیری رو از موازین اروپایی ارائه میده که با رویه خود دولت‌های اروپایی نمیتونه انطباق پیدا بکنه. ببینید یه چیزی حالا تلخ تو حقوق بین الملل گفتنش، تو حقوق داخلی خیلی معنا نداره اینا، اما تو حقوق بین الملل ما میدونیم که دولت‌ها حقوق بین الملل میسازن. این دولت‌ها نمیتونن یه چیزی بسازند که قرار نیست اجرا بکنن، یا ما یه جوری تفسیر بکنیم. من قاضی میگم در جریان مورد به مورد و پرونده به پرونده اینا نیستم، ما بیاریم یکی یکی بررسی بکنیم. این شاید نشون میده که کشورهای اروپایی در واقع از اون اراده‌ای که برای حمایت از پناهندگان در قالب‌های حقوق بشری داشتند عدول کردند. یعنی یه عدم تمایل رو داره نشون میده. علتش هم دوباره در همون مسائلی است که گفتم، سختگیری‌ها در واقع اتفاق میفته. من نمیخوام بگم تعهدی نیست، تعهد قاعدتاً بوده که منجر به صدور رأی شده است، ولی اینکه دادگاهی مدام داره تفسیرهای ارائه میده و اون نهادی که باید این اجرا بکنه مدام شونه خالی میکنه. اینجا یک خلأ بین قاعده حقوقی و اقتضاعات اجرایی ممکنه وجود داشته باشه، یا به تعبیر دیگر اون قسمت تلخش اینه شاید درک درستی از قاعده حقوقی نیست. پس نمیتونم من اظهار نظر قاطعی بکنم تا مورد به مورد اینا رو ببینیم. آمارم که حالا شما میفرمایید خیلی آمار سنگینیه، منم باید این چک بکنم. خیلی ممنونم آقای دکتر. وارد بخش دوم مصاحبهمون بشیم که چالش‌های عملی، حالا اون تضاد بین شاید بگیم که حقوق پناهندگان و حقوق داخلی ایران رو شاید بخوایم بررسی کنیم. باز آمار خدمتتون بگم، بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، ایران حداقل در سال 2023 5000 افغان رو به صورت دسته جمعی اخراج کرد. من یه تحقیقی در این رابطه داشتم. من شما کار آماری آمار همه رو یه تحقیقی خب برای من خیلی جالب بود، 5000 نفر دسته جمعی به چه صورته، و فهمیدم که یا مربوط به یک منطقه خاص بوده و یا اینکه در یک نوبت 5000 نفر رو اخراج کرده. ولی یه لحظه صبر کنید، این دست جمعی برچسبه. من آمار رو کدوم نهاد داده اگر داشته باشید؟ دیدبان حقوق بشر. خب خیلی مهمه. بله. این برچسبه هدفمنده. خودمونیشو بخوام بهتون بگم خیلی مؤدبانه داره میگه ایران فله‌ای اخراج کرده. چرا؟ چون میخواد یه بهره سیاسی از این ببره. من نه تایید میکنم که دست جمعی بوده، نه تکذیب میکنم، مسئول خودش داره باید جواب بده. اما یه حالتش هم این است که وقتی شما با انبوه ورودی مواجه هستین، خب خروجی یک روزتون هم ممکنه تعداد زیادی باشه. این ممکنه تلقی دست جمعی. دست جمعی زمانی دست جمعی است که کسان قانونی حضور دارن و صرفاً بر اساس اینکه خارجی هستند اخراج بشن. انبوه گروهی فقط بر اساس، نه اینکه مورد به مورد. من میگم آقا شما پروانه، نمیدونم کارت آمایش، گواهی اقامت، پاسپورت، اینا چک میکنن درسته، خب خارجی هست بمون، اشکال نداره. میرم دو تا کوچه اونورتر یکی دیگر رو چک میکنم، میبینم 10 نفر اونجا، این 10 نفر یه جا میگیرم دیگه. این دست جمعیه شاید شیطنت آمیز باشه، یعنی یه پیشفرض اینطوری هم میتونیم داشته باشیم. همین دلیل من رفتم و سرچ کردم، دیدم که یا مربوط به یک منطقه خاص بوده و یا در یک نوبت این صورت گرفت. و یه آمار دیگه هم این بود که طبق بررسی کمیساریا ایران 450,000 نفر رو در یک سال اخراج اجباری داشته. خب این نقض عدم بازگشت اجباری هست دیگه. باز این رو که ما یعنی بررسی اینا کردم، پناهنده بودن. بله.
بعد این رو که من بررسی کردم دیدم که خیلی عظیمی از اینها، شاید 300,000 نفرشون بازگشت داوطلبانه بوده که کمیساریا قبول نکرده اون رو و همه رو در ذیل بازگشت اجباری آورده. خب با توجه به این آمار و ارقام ها و حالا یه گزارش دیگه هم وجود داره، این که نرخ رد درخواست پناهندگی در ایران به 68% رسیده. من میخوام از شما بپرسم که توی حوزه وکالت چه چالش های وجود داره در حقوق داخلی ایران در برخورد با پناهندگان که حالا ما شاهد افزایش این آمار و ارقام هستیم. ببینید، ما مشکل اصلیمون در حوزه پناهندگی اینه که هیچ، تا جایی که من اطلاع دارم، قانون منسجم در حوزه پناهندگی نداریم. من قانون رو در معنای خاصش دارم استفاده میکنم، نه اینکه مقررات نیست. آیین‌نامه ها، بخشنامه ها اینا به وفور هست، ولی اینکه ما یک قانونی داشته باشیم که سیاست ما رو در پذیرش پناهندگی، سازمان ما رو برای فرایند رسیدگی، آیین رسیدگی، نمیدونم این مقررات مربوط به پذیرش تا اعمالی که پناهنده مجاز انجام بده، غیر مجاز انجام بده، این چارچوب رو تعیین بکنیم نداریم. خب متاسفانه در اولویت هم نیست که ما مثلا بشینیم یه لایحه پناهندگی بنویسیم. چون من اینو پیشنهاد داده بودم در زمانی که بحث سازمان ملی مهاجرت مطرح شد. من یکی از پیشنهادام این بود که آقا شما این پناهندگی رو از تو این لایحه بکشید بیرون. حالا ایرادات هم زیاد بود، من نقدای زیاد داشتم که خب خوشبختانه پس گرفتن اصلا فکر کنم لایحه رو. یکی از حرفام بود پناهندگی رو شما اصلا کلا بکشید بیرون از این پرونده، از این لایحه، یه لایحه مستقل برای پناهندگی بنویسید. دولت پیشنهاد کردم، گفتم آقا اولویت نداره و فلان، گذاشتن کنار. ببینید تا وقتی ما آیین رسیدگیمون به درخواست پناهندگی بر اساس یه سری آیین‌نامه و دستورالعمل و بخش زیادیش هم غیر شفاف هست، خب این حرفان پیش میاد. و کشورهای دیگه هم همین رو عمل میکنن، بدتر از ما هم عمل میکنن، ولی شفافه و خب کمتر هم مورد حجم قرار میگیرن. من یه مثال برای شما میزنم. مثلا یه نفر میاد میگه آقا من میخوام پناهنده شم. کنوانسیون میگه آقا ترس معقول. تو از چی میترسی؟ مثلا افغانستان، یه کشورمون جنگه، خب تو از چی میترسی؟ این 5 تا. مثلا یه مقطعی هست میگن آقا هزاره ها در معرض نسل کشی هست. اینو میفهمم. این ممکنه، ببین خیلی خوب تو حالا مثلا میای من تا بررسی بکنم، اما کسی که اون ترس موجه رو اصلا نمیتونه اثبات. من اصلا سازوکار اثبات ترس موجه، آیین رسیدگیش، مرجع اعتراضش، اینا باید بیاد تو قانون، نه تو مقررات آیین‌نامه. چون ممکنه الان هم چیز خیلی از سازمان‌ها هستن ما بهشون میگم شما فلان قانون ندید، میگم ما انجام میدیم. میدونم انجام میدی، انجام ندی که کار نکردی، حتما انجام میدی، ولی این چارچوبت کجاست؟ خودت هم نمیتونی این چارچوب رو بنویسی فرآیند من اینه مستندش هم جلوش بذاری. یا روتین اداری اکثر. اینش مسئله و مشکل اساسی ما هست. به همین دلیل طبیعتاً پرونده های پناهندگی اصلا تو دادگستری ما معنا نداره. پرونده جای معنا داره، شما نهاد اداری رو تعیین کردی، بعد مشخص شده صلاحیتش چیه، فرایند اعتراض به تصمیمش هم تعیین کرده باشی. مثلا داره دیوان عدالت اداری اگر چیزه، چون ما بعضی از موارد هم داریم که اصلا بنا به نص قانون در صلاحیت دادگاه عمومیه، مثل مسائل تابعیت که قانون ثبت احوال گفته دادگاه عمومی، با اینکه ثبت احوال مرجع دولتی هست. ممکن بعضی دوستان میگن خلاف قانون اساسی، فعلا این در قانون ثبت احوال اینو داریم و پرونده ها میدونیم، ولی این اساسا پرونده شکل نمیگیره. یعنی شما دعوای حقوقی، خب این یه حسنی هم داره، برای دولت خوبه، دستش بازه، زیر به اصطلاح چتر درست نیست،
زیر شمشیر دادگاه نیست، چت برای حمایت است. زیر زور فشار دادگاه قرار نمیگیره. خب این شاید دولت از این وضعیت بیشتر استقبال بکنه. این بس مسئله اصلی ماست. بعد حالا در ادامهش میایم به این مسائل میرسیم که خب اساساً اون ساختار اداری ما کجا هست که داره اینو رسیدگی میکنه. کارشناسانی که دارن رسیدگی میکنن با چه چارچوبی رسیدگی میکنن. اصلا بیاد توضیح بدن که آقا ترس موجه رو چه کیسایی رو ترس موجه پذیرفتن. خب این مرحله اول. مرحله دوم، حالا اوکی این تایید کردیم که این آدم میتونه پناهنده باشه. سیاست ما و چارچوب ما برای پذیرش چیه؟ خب این یه مقدار ممکنه اقتضایی باشه. مثلا بگیم آقا یه هیئتی، کمیته‌ای مثلا متشکل از یه چند تا نهاد و وزارتخونه و اینا رو بگیم اینا تصمیم نهایی رو میگیرن. غیر قابل احترامی میتونه تو قانون بیاد. که بر اساس شرایط و اقتضاعات اینا تصمیم بگیرن پذیرش یا عدم پذیرش. و بعد در صورت عدم پذیرش تکلیف چیه؟ اونم باید در قانون مشخص بشه. ما با کدوم کشور موافقت نامه‌ای داریم، چیزی داریم که حالا اینا رو می‌خوایم از ایران اخراج بکنیم، کجا برن؟ نمی‌خوایم اخراج بکنیم، پناهنده نیستن، چه کارشون بکنیم؟ اگر شرایط رو ندارند اخراج می‌کنیم طبق ماده 13 میثاق حقوق مدنی سیاسی. شرایط پناهندگی رو دارن، می‌خوایم چه کار بکنیم؟ نگهشون داریم؟ به چه عنوان؟ بگیم آقا خودت بیا درخواست بده، بگو مثلا من فعلا میخوام اقامت قانونی در ایران داشته باشم، ما فعلا میذاریم مثلا 5 سال به تو اقامت قانونی میدیم ولی به عنوان پناهنده شناساییت نمیکنیم. بیا هزینه‌هات هم باید خودت برداری، چون پناهندگی یه سری هزینه هم برای دولت ایجاد. این وقتی این چارچوب نیست. اما با این حال ما به هر حال داریم کارا انجام میدیم. یعنی همکاریایی که دولت ایران با کمیساریای عالی پناهندگان داره همیشه زبان زد بوده، مورد تقدیر بوده. ولی شما به من میگید چجوری عمل میشه؟ میگم شفاف نیست. هزینه‌های دولت ایران انجام میده برای پناهندگان که واقعاً هزینه‌های قابل ستایشیه برای بهداشتشون، برای آموزششون. این کارو داریم انجام میدیم. ولی چارچوب حقوقی این و ضمن اینکه چارچوب حقوقی میتونه کمک بکنه که ما مثلا بتونیم کمک‌های بین‌المللی هم جذب بکنیم. باید هم اینطور باشه. اون کسانی رو که ما نمیتونیم پذیرش بکنیم، مازاد بر ظرفیت پذیرشمون هست. قرارم نیست اینا بهشون تابعیت بدیم ایرانی بشن که فعلا پناهنده. میدونین که پناهنده میگه من یه روزی ترسه از بین رفت باید برگرده دیگه. بله. حالا مثلا میگه جنگ که به نظر ما ترس موجه نیست. باید تموم میشه دیگه. باید برگرده. ما تو این زمان تا زمانی که در ایران هست باید بتونیم یه کمک‌های بین‌المللی هم جذب بکنیم که بتونیم به این افراد خدماتی ارائه بدیم. اینا به هر حال نیاز داره که کشور ما تفاهم‌نامه‌های، موافقت‌نامه‌های با کشورهای دیگه منعقد بکنه. مثلا چرا باید فشار افغانستان تماما رو ایران باشه؟ دقیقاً. این بعداً حالا عوارضی هم داره دیگه. ما میتونیم موافقت‌نامه‌های، البته موافقت‌نامه چیز دیگه، دو طرف از اون طرف هم باید راضی باشه. با کشورهای همسایه داشته باشیم آقا من بعضی از اینا مثلا پناهندگیشون رو میپذیرم ولی مثلا بیا یه کمپی تو کشور، همون کاری که داره انگلیس انجام میده، من میام یه کمپی تو کشور شما میزنم که اینا رو فعلا اونجا نگهداری بکنم. تو جامعه خودم مثلا جا ندارم برای این. اگر جا داریم، شغل داریم، بهش میگم باید تعیین تکلیف هم بکنیم. یه مقدار من فکر کنم آمار اینجور جاها خیلی کمک میکنه که سیاستگزار ما بدونه که آقا من چقدر اساساً ظرفیت پذیرش پناهنده دارم با احتساب سایر ورودی‌هایی که با عناوین دیگر از کشورهای دیگر دارن. درست. پیرو فرمایشات شما ما یه صحبتی با یکی از کارشناسان اداره کل اتباع داشتیم و ایشون هم دقیقاً همین رو ذکر کردن که نبود یک سازمان مشخص یا نبود همین قانونی که شما فرمودین باعث میشه که هم به صورت دوره‌ای سیاست‌ها عوض بشه، یعنی تکلیف در خود دولت هم مشخص. سیاست اشکال نداره عوض بشه. سیاست امر انتخاب گزینشگری. نه اون چیزی که منظور ایشون بوده این بوده که یعنی اصلا سلیقه‌ای عمل میشه. آره. عمل و اجرا هم سلیقه‌ای هست. در کنار اون همین من احساس میکنم باعث میشه که خب سازمان‌هایی مثل کمیساریای IOM دارن در ایران کار میکنن،
اون میل و رغبت شاید زیاد نباشه، یا مثلا در تخصیص بودجه ما دیدیم که در سال گذشته از بودجه درخواستی ایران فقط 32% رو تونستن در واقع عملی کنن. این احساس میکنم اگر رفع بشه هم به سطح داخلی خیلی کمک میکنه، هم در فرمایشات در پیرو فرمایشات شما واسه همکاری های بین المللی میشه، چه با سازمان های بین المللی چه با همسایگانمون. اگر بخوایم ایران رو با در واقع پیوستنش به کنوانسیون های بین المللی مثل 1951 1967 و مواردی مثل این یک بررسی کنیم، نقش چارچوب های حقوق بشری در روند پذیرش ایران به چه صورت بوده؟ یعنی من میخوام ببینم جایگاه ایران در این کنوانسیون ها چیه. خب یک پیش‌فرضی وجود داره که اصلا ایران وارد این کنوانسیون ها نشده چون خیلی از موادش رو تصویب نکرده. از طرف دیگه نه، ایران رو پذیرفته با وجود اینکه این سری مواد رو تصویب نکرده. این دو تا پیش‌فرض خب دو تا دیدگاه متفاوت رو ایجاد میکنه برای ما. شما برای ما بفرمایید که ایران چطور عضو این کنوانسیون ها هست، از چه مفادی استفاده میکنه، جایگاه ایران رو بررسی کنید در سطح بین المللی. بله، ببینید خب ما کنوانسیون وضعیت پناهندگانش که عضو هستیم. بله. و حالا من متن قانون دیگه برای شما میخونم. بله. مصوب 25/3/2535 فکر کنم سال 55 میشه اگه اشتباه نکنم. ما اون زمان عضو کنوانسیون پناهندگان شدیم و تا امروز هم به هر حال عضو بودیم. اسناد دیگه هم غالباً چیزایی که حالا مربوط به مسائل حقوق بشری بوده اکثر این رو پذیرفتیم. بله. حالا البته عمدتاً مال قبل از انقلابه، ولی همون زمان پذیرفتیم. بعد از انقلاب هم مثلا کنوانسیون حقوق کودک رو که به مسائل پناهندگان مربوطه اون هم پذیرفتیم سال 73. کنوانسیون حقوق معلولان هم پذیرفتیم، حالا اون کمتر ارتباط داره با پناهندگان، ولی کنوانسیون حقوق کودک به هر حال مرتبطه. پس ما از این جهت که عضو کنوانسیون ها بشیم و در جامعه بین المللی خود اون رو به عنوان یک دولت متعهد به موازین پناهندگان و موازین حقوق بشری پناهندگان معرفی بکنیم، از این جهت مسئله‌ای نداره. ولی چند تا موضوع و مشکل داریم. یکی از این مسائل در واقع برمیگرده به این که در سیستم قضایی ما شناخت درستی از مفهوم پناهندگی و جایگاه پناهنده وجود نداره. اتفاقا خیلی جالب هست. این موقعی من برای دوستان در دادگستری عرایضی داشتم. خب ما مثلا یه چیز داریم، ماده 7 و ماده 962 در قانون مدنی میگه مثلا احوال شخصی افراد خارجی تابع قانون کشور خودشون هست. در مورد پناهنده این عوض میشه. فکر ماده 13 اگه اشتباه نکنم، ماده 12 میگه احوال شخصی پناهنده تابع قوانین کشوری است که در اونجا اقامت داره. این یه تغییر بزرگ ایجاد میشه در نظام حقوقی پناهنده. خب اکثر قضات ما نمیدونن. یا خیلی مسائل دیگه، حالا حقوقی که یک پناهنده دارد از جمله مثلا حق مراجعه به دادگاه ها. ما فکر کنم باز ماده اینا رو به زحمت بعداً چک بکنیم. ماده فکر کنم 141 قانون آیین دادرسی مدنی هست. میگه اگر تبعی خارجی میاد دعوایی رو علیه تبعی ایرانی مطرح میکنه، تبعی ایرانی میتونه ازش یه تضمین بخواد که اگر از بابت این دعوا خسارتی به من وارد شد، از محل اون تضمین که دست دادگاه هست خسارتش پرداخت بشه. تبعی خارجی. ولی پناهنده از این معافه. یا در مورد شغلشون، در مورد حالا کارهای آزادی رفت و آمدشون، آزادی مذهبیشون. البته ما به طور کلی مسئله‌ای نداریم. ما مثلا آزادی رفت و آمد خب به هر حال برای همه هستش. یا آزادی مناسک دینی برای پناهنده هست، به خصوص اگر پناهنده به خاطر مسائل دینی بخواد پناهندگی بگیره. بنابراین مسئله‌ای که ما داریم عمدتاً در موضوعات در واقع قضایی اینها هست که عمدتاً هم ناشی از عدم آشنایی حالا
وکلا، قضات، در مجموع سیستم قضایی ما با کنوانسیون پناهندگان هست. این اگر آشنا بشن و بدونن که در این موارد بایستی نظام حقوقی خاص پناهندگان رو اعمال بکنن، ما راحت تر میتونیم. چون میدونید یه تفاوتی که ما داریم با بعضی از کشورها مثلا در سیستم های کامن لو اینها اینه که ماده 9 قانون مدنی ما مستحضرید که میگه که معاهدات بین المللی که دولت ایران عضو میشه بلافاصله در حکم قانون میشه وقتی تصویب شد در مجلس و فرآیند شد. خب این در حکم قانون یکی از آثارش اینه که یعنی تو سیستم قضایی میشه بهش استناد کرد. خب ما نیاز نداریم که بریم برای تک تک این موارد قانون جدا وضع بکنیم دیگه. بنابراین میتونه دادگستری ما، ادارات دولتی ما میتونن به همینا استناد بکنن، به شرطی که خب این استناد البته مستلزم این است که قبلش مطالعه کرده باشن، آشناش باشن. در راستای همین کار وکالت شما توی حوزه مهاجرتی ما می‌خوایم که یک به نوعی مصداقی‌تر برخورد کنیم. مثلا به نوعی اون بسته به پرونده‌ای که داشتید، حالا در حوزه اسناد هویتی باشه، بازگشت اجباری باشه و مواردی مثل این، لطفاً یک کیس رو برای ما مطرح کنید و می‌خوایم ببینیم چه استناداتی به قوانین داخلی کردید توی اون پرونده به خصوص و به قوانین بین‌المللی که یا حالا اون پرونده رو تونستین حل کنید و یا اینکه نه در اون شکست خوردید. ببینید عمدتاً کارهایی که ما انجام دادیم در حوزه هویت و تابعیت بود. خیلی از افرادی که به هر حال به عنوان اتباع خارجی هستن، هم از اینکه پناهنده باشن یا غیر پناهنده، خب اینا میان در ایران زندگی میکنن، صاحب فرزندانی میشن و اینها، و بعضا ازدواج اینا ثبت نشده، فرزندانی که به دنیا آوردن گواهی ولادت نداشتن یا اگر گواهی ولادت گرفتن ولادتشون ثبت نشده است، در ثبت احوال باید ثبت بشه. و حالا مرحله بعد اگر احیانا شرایط تابعیت ایران داشته باشن، مثلا بتونن تابعیت ایرانی بگیرن، خب اون که دیگه از موضوع بحث ما خارج میشه عملا. خب خوشبختانه دادگاه ها ولو با استناد به قوانین داخلی از جمله قانون ثبت احوال، فکر کنم تبصره ماده 13 اگه اشتباه نکنم، این در این موارد همکاری میکنن و با دلایل مختلفی که ارائه میشه که این فرد چه زمانی و کجا به دنیا آمده، ثبت احوال رو مکلف به ثبت ولادت و صدور گواهی ولادت میکنن. چون این خارجی هستن تا زمانی که اگر ایرانی نباشن نمیتونه بهشون شناسنامه بده، ولی میتونه گواهی ولادت بده و این گواهی ولادت میشه سند رسمی، به درد اینا میخوره. برای در ایران هویتش براشون میشه، ضمن اینکه البته یه بخش از هویتشون هم غالبا بر اساس اسناد سجلی یا شناسنامه هست، ویزا هست، چیزایی که دولت خودشون بهشون داده است. اما این اعتبار پیدا میکنه تا بعد در اختیار کنسولگری خودشون قرار بدن و بتونن با این گواهی ولادت مثلا شناسنامه کشور خودشون رو بگیرن، ویزای کشور خودشون رو بگیرن. به خصوص حالا اینایی که در بیمارستان به دنیا نمیان، در خانه به دنیا میان، این یه مقدار سخت‌تر میشه. آره، ولی معمولاً حالا خودم بودم چه همکاران دیگه بودن، دادگاه‌ها پذیرفتند شهادت شهود بالاخره دلیل متقن شرعی هست در محاکم ما، که کسی اومده گفته بله من مثلا بودم، حتی پرونده بوده ماما مثلا خودش شاهد بوده که به عنوان شاهد خودش رو معرفی کرده و دادگاه‌ها به هر حال حکم دادن. یا در مواردی اثبات نسب انجام شده اگر لازم بوده برای این کار، پرونده‌های اینطوری. حالا در خلال این اسناد قوانین داخلی که حالا قانون مدنی در حوزه اثبات نسب و قانون ثبت احوال، ما به موازین بین‌المللی هم دادگاه رو توجه میدیم، هرچند در واقع بعضی از دادگاه‌ها خیلی هم توجه نمی‌کنن به این قسمت ماجرا که این به هر حالی حق فرد هست، حق هویت هست، به خصوص در کنوانسیون حقوق کودک، میثاق حقوق مدنی و سیاسی. این یه تکلیفی است برای دولت. اگر ثبت احوال انجام نداده یا حالا
نگیم هم قصور کرده، مقررات اداری بهش اجازه نمیداده، دادگاه الان محملی است برای احقاق یک حق بشری. به خصوص حالا میگم کنوانسیون حقوق کودک در این زمینه رو ما به کرات مورد استناد قرار دادیم و خب حساسیت خاصی البته نداشتن دادگاه که حالا چیز بکنن. ببین بحث این است که در واقع اگر اینجا ما میگیم این گواهی باید صادر بشه، چون این یک حق هم هست، یک تعهد دولت ایران هم وجود داره و باید این تعهد رو دولت ایران انجام بده. اکثر این موارد خوشبختانه حالا اونایی که من بودم که مشکل خاصی نداشتیم. یادم نمیاد همکارمون هم موردی رو که مثلا دادگاه همکاری نکرده باشه و ایراد گرفته باشه، مگر ایراد شکلی باشه مثلا. ولی مسائلی که به هر حال ادله ارائه شده است پذیرفته شده و حکم به اصطلاح صدور گواهی ولادت صادر شده. خب این گواهی ولادت هم در مراحل آتی خیلی مؤثره، خیلی واقعا مهمه. خیلی ممنونم، استفاده کردیم. وارد قسمت سوالات کاربردی بشیم. من یه سری سوالات رو میخوام از شما مطرح کنم که ببینیم که چه اصلاحاتی رو میتونیم در حوزه حقوق داخلی یا در حوزه حقوق بین الملل پیشنهاد بدیم. ببینید بر طبق میانگین جهانی خب آمار و ارقام ایران یه مقداری فاصله داره. مثلا زمان رسیدگی به پرونده در ایران میانگینش 38 ماهه، یا اینکه دسترسی به اشتغال قانونی فعلا به 18% تعلق پیدا کرده. افزایش نرخ پذیرش رو داشتیم 38% بوده، و یا ارتقای سیستم‌های شکایتی و مواردی مثل آموزش عالی، مثل دسترسی به بیمه درمانی، سهم بودجه آموزشی. اینها نسبت به میانگین جهانی یه مقدار فاصله است. مثلا به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم، بیمه درمانی در ایران در یک سال به 31% از پناهندگان و مهاجران اختصاص داده شده، ولی میانگین جهانی 68% بوده. اگر بخوایم که توی حوزه نظری و هم در حوزه عملی که شما فعالیت میکنید بخوایم یه اصلاحات ساختاری رو در سیستم پناهندگی ایران پیشنهاد بدیم برای اینکه اون فاصله کمتر بشه یا هم قانون گذاشته بشه، چه مواردی رو بشه اشاره کنیم؟ یه نکته مهمه، ما کشوری هستیم که مشکلات اقتصادی زیادی هم داریم. بله. تحریم‌ها رو باید در نظر گرفت. این میانگین خب البته شاید مطلوب این باشه که اصلا 100% پناهندگان تحت پوشش بیمه قرار بگیرن. به هر حال حق درمان، حق سلامت هست. منتها دولت نسبت به تعهدات خودش، نسبت به اتباع خودش هم همچنان دچار چالش هست. بهتر از من میدونید. من فکر میکنم که ما از نظر ساختاری، حالا این یه بخشش بودجه است، از نظر ساختاری همونطور که عرض کردم ما نیاز داریم قانون راجع به پناهندگی رو بالاخره تدوین بکنیم. یعنی از این شکل آیین‌نامه و بخشنامه و اینها که حاکم شده بر فضای اداری ما هرچه بیشتر به سمت قانون بریم. قانون به عنوان اراده مجلس مطرح هست و این که بعد حالا بله ممکنه در جزئیاتی نیاز باشه برای تشریفات و نمیدونم بعضی جزئیات و اینها آیین‌نامه و بخشنامه وضع بشه. این یه شفافیتی در واقع ایجاد میکنه همونطور که عرض کردم. و بعد نهاد متولی رو هم مشخص بکنیم. اگر قرار سازمان ثبت احوال متولی باشه، بله. شاید هم بهترین نهاد هم این ثبت احوال باشه، یا نه نیرو انتظامی باشه. هر نهادی که فکر میکنیم تناسب بیشتری داره با توجه به ماهیت پناهندگی مشخص بکنیم. من حتی فکر میکنم که این مسئله استحقاق فرد به پناهندگی میتونه یه مرحله قضایی هم داشته باشه. یعنی اگر اون نهاد اداری این رو به اصطلاح رد کرد، ریجکت کرد، امکان اعتراض در دادگاه وجود داشته باشه تا استحقاق معلوم بشه. بعد از استحقاق بریم سراغ پذیرش رو بسپاریم به یک نهاد سیاسی. یعنی تفکیک بکنیم بین امر اداری، امر قضایی و امر سیاسی. من فکر کنم با یه همچین ساختاری تکلیف ما خیلی روشن‌تر خواهد شد. قسمت دوم سوال شاید به بخش دیگری از تخصص شما برگرده. من میخوام ببینم که به وکلای مهاجرتی چه پیشنهادی میدید؟ خب غیر از این که اونا باید تسلط داشته باشن به قوانین بین‌المللی، به حقوق داخلی،
آیا این بحث روانشناسی که مطرح میشه با جامعه مبدأ و پناهنده داشته باشن تاثیرگذار هست یا خیر؟ ببینید خیلی مهمه حالا تو موضوعات حتی ولادت و اینا که خب حق بشریه. من فکر میکنم ما باید پرونده رو به هر حال بپذیریم. خب البته یه تبعات و موضوعات دیگری هم هست، بالاخره جنبه‌های مالی هست، مالیاتی هست، این چیزایی که بالاخره وکلا میدونن. بله. ولی این که نگاهی که بعضیا دارن که حالا این فرد مثلا خارجیه من قبول نکنم و اینا، من اینو فکر میکنم باید راجبش تجدید نظر بکنم. و یه مسئله دیگه هم در واقع این هست که به این توجه بکنیم که کاری که ما داریم انجام میدیم غیر از اون وظایف معمول حرفه‌ای وکالت، ما ابزار تضمین یک حق انسانی هستیم. این خیلی اهمیت داره. تا این که من فکر می‌کنم حالا دعوای مثلا مالی دیگه، حالا دعوای مالی مهمه ها، خیلی مهمه. دعوای ارزش برای وکلا هم خیلی ارزشمنده. ولی این یه حق بنیادینه، حق هویت. حالا یا بحث مثلا پناهندگی، ما میخوایم کمک بکنیم یه فردی آزار و اذیت نشه، یا در بحث تابعیت. منتها یه بحث هم در واقع این است که در با توجه به ماهیت پرونده یه ارزیابی هم معمولا خوب خودمون داشته باشیم، ببینیم که اسناد و مدارکمون تا چه اندازه قوت کافی رو داره، راهنمایی بکنیم تا اون دلایل کافی شکل بگیره. حوصله میخواد معمولا اینجور پرونده ها، به خصوص که برای سیستم قضایی ما کمتر شناخته شده است، نادر هست. اینا فکر کنم علاوه بر اونی که شما فرمودین دیگه، یعنی بدونیم که کجای پازل حقوق داخلی هستیم و کجای پازل حقوق بین الملل قرار گرفتیم و حالا بروز بودن و اینا هم که خب جای خودش رو داره. و در آخر اگر بخواین یه پیوندی بین تخصص شما در حال دانشگاه به عنوان یک هیئت علمی در حوزه حقوق بین الملل صاحب نظر هستیم و حوزه وکالتتون، من می‌خوام ببینم چه پیوندی اینجا ایجاد شده. آیا شما به عنوان کسی که در دانشگاه فعالیت میکنید تحقیقات دانشگاهیتون و شیوه وکالتتون تاثیر داشته، یا برعکس اون کیس هایی که در سطح جامعه دیدید باعث شده که نوع تاثیرتون یا نوع پژوهشتون یا نوع نگاهتون به مهاجران و پناهندگان عوض بشه؟ هر دو بوده. منتها قضات گاهی به من میگن این پرونده ها چیه نداشتیم؟ میگم من درسامو آوردم. فکر میکنم بیشتر از اون طرف بوده، چون من یه موقعی واقعا فکر میکردم که مثلا همین بحثای هویت و نمیدونم تابعیت و اینها خب باید چی کار کرد. و خیلی جالبه که دانشجوی از ما مثلا نمیپرسید که خب حالا که چی، مثلا اینکه داری درس میدی که چی، انگار یه پیشفرضی بود که اینا قرار نیست جایی فایده داشته باشه. تأمل مطالعه، دیدم آرایی وجود داره، دیوان عالی کشور، تناقضات، کدوم طرف سنگین تره، و بعد به نتایجی رسیدم. و الان احساس میکنم وقتی در دادگاه هستم دارم دفاع میکنم، حالا چه شفاهی چه کتبی از طریق لایحه، واقعا دارم درسمو میبرم اونجا. حالا نه اینکه بخوام درس بدم، درس پس میدم، بله میبرم اونجا که عمل کرده باشم، که اون حکایت زنبور بی عسل مثلا نشده باشه. آره، وگرنه از اون برم مؤثر بوده. یعنی طبیعتا من بعد از اینکه این بعضی از این پرونده ها رو داشتم، رفتم سر کلاس گفتم بچه‌ها حالا من غیر حرفایی که سالهای قبل میزدم یه رأی دارم، خودم گرفتم، اینو برای بچه‌ها توضیح میدیم. خب طبیعتا اثر بیشتری هم داره برای بچه‌ها از نظر آموزشی، تا اینکه شما یه سری حرفای انتزاعی بزنی که این حقی وجود داره. خب حق وجود داره، بعدش چی؟ این رأی میگه که شما باید این حق رو چگونه استیفا بکنید. این طرفش هم مفید بوده برام. خیلی عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر. خواهش می‌کنم. استفاده کردیم از این مصاحبه که با شما داشتیم. اگر به عنوان نکته پایانی چیزی از قلم افتاده در خدمتتون هستیم. موضوع خیلی موضوع گسترده‌ایه، میشه بحث‌ها رو خیلی طولانی‌تر کردم که شما زحمت کشیدید و پیش قدم شدید برای این کار. ازتون تشکر میکنم. امیدوارم به هر حال هم ایرانیان که خارج از کشور هستن به هر حال بتونن زندگی کرامتمندی رو داشته باشن به هر عنوان،
هم بتونیم ما به هر حال شرایطی در کشورمون باشه که میزبانی شایسته‌ای از کسانی که به اجبار اومدن به ایران داشته باشیم. اونایی هم که به اختیار اومدن، اونها هم بتونیم در تعامل با اونها با حساب کتاب، با نظم، با قاعده باشون رفتار بکنیم و اونها هم زندگی کرامتمندی انشالله در ایران داشته باشن. خیلی ممنونم، متشکرم.